ما الان آتش بس نیستیم، در مرحله جنگیم. هر آن ممکنه این به هم بخوره. هیچ پروتکلی، هیچ آیین‌نامه‌ای، هیچ قراردادی بین ما و اسرائیلیا، بین ما و امریکایی‌ها نوشته نشده. آتش بس یعنی قطع آتش، هر آن ممکنه شروع بشه. من احتمال میدم جنگ مجددی رخ بدهد و بعد از اون جنگ ممکنه دیگه جنگ رخ ندهد. احتماله. امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها میگن ما صلح را از طریق قدرت میتونیم ایجاد بکنیم. ایران هم باید قوی بشه در منطقه، در مقیاس جهانی. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ما باید سیستم هجومیمون را، باید استراتژی هجوم دیپلماتیک، هجوم رسانه‌ای، هجوم سایبرنتیک، موشکی، پهپادی. ما نظامیان میگیم اگر خواهان صلحی برای جنگ آماده شو. بهترین پدافند حمله است.